بداند کسی که نمیداند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هر کس به قدر معلومات اوست. بیدار شوید اینک که زبانها آزاد و بدنها سالم و عضوها در اختیار و جایگاه وسیع و مجال بسیار است و مرگ نرسیده عمل کنید. قرض ذلت است، طب نفس معاش است. دوستی با مردم نفس عقل است. نیک سؤال کردن نصف علم است. شراب سر جمع گناه ها است. قناعت سرمایه تمام نشدنی است. حیا سر تا پا خیر است. آفت علم فراموشی است. آفت سخن دروغی است. آفت سخاوت منت است. خوشبخت آن است که از سرگذشت دیگران پند گیرد. طلب مالی حلال جهال است. دغل داشتن علم جایز. دریغ داشتن علم جایز نیست. هر کار نیکی صدقه است. کارهای نیک از مرگهای بد جلوگر است. عالمان در میان خلق امینی امانتداری خدایند. بهشت زیر قدم مادران است. زنی که هرچش از همه زنان کمتر باشد برکتش از همه بیشتر است. مومن کم حرج است. مومن در یک روده خوراک میخورد و کافر در 7 روده. مومن کسی است که مال و جان مردم از او در امان باشد. حکمت گمشده مومن است. علم دوستی مومن است و حلم مددگار و عقل راهنما و عمل پیشرو و مدار و پدر و نیکی برادر و صبر امیر لشکر. حیا از ایمان است. مال مسلمانان چون جان او محترم است. مجاهد آن است که در راه خدا و خود نبردست کند. هر آینده نزدیک است. هر چیز انداز دارد و حتی ناتوانی. هر چیز اساس دارد و اساس این دین اسلام فهم و تدبیر است. هر چیز ذکاوت دارد و ذکاوت تنی روزه است. دست خدا همراه جمعیت است. سکوت حکمت است، اما کمتر کسی آن را به کار میبرند. عطر مرد بویش ظاهر و رنگش مخفی است. عطر زن رنگش عیان و بویش نشان است. خاک بهار کودکان است. راستی آرامش است و دروغ اضطراب. عالم و طالب علم در خیر شریکند. از خوشبختی های انسان این است که شبیه پدر باشد. نکوکاران دنیا نکوکاران آخرتند. دعای مظلوم مستجاب است گرچه کافر باشد. هر که در راه حفظ مالش کشته شود شهید شود. هر که علم تبدیل کند خدا رزقش را کفالت کند. هر که در پی حاجت برادرش باشد خدا در پی حاجت او باشد. هر که عورت را جای پوشیدن بدن را بیند و بپوشاند مثل کسی است که زنده برگوره را جان داده و از قبر به در آورد. هر که نمازش او را از کارهای بد پیشگیری کند خود را از خدا دعا گرفته است.
هر که فرزند دختر یابد و به او احسان خوبی کند، همان دختر در قیامت سپر آتشی وی شود. خدا رحمت کند آن را که زبانش را اصلاح کند. فقر ناداری در آستانه کفر است و حسد چنان است که گویی تقدیر را دگرگونه کند. شما مردم ساختمان‌هایی کنید که در آنها ننشینید و مال‌های اندازید که آن را نخورید و به چیزهای امید بندید که به آنها نرسید. عجب دارم از آن که دهان را از خنده چوب می دهد و نمیدانم خدا از او راضی است یا نه. ای عجب قلو عجب از آن که به زندگی جاودان عقیده‌مند است و برای این سرای سر تا پا فریب می کشد. این خیانت بزرگ است که سخن برای برادرش بگویی او تو را تصدیق کند و تو دروغگو باشی. کشتی را تجلیل نو کنید که دریا ژفر چقور است. نیرو را تجلیل کنید که راه. خشکی چشم اثر سختی قلب است. این گناه برای مرد بس که برای آبروی برادرش را ببرد و این شعر بعدی باره او بس که برادرش را تحقیر کند. هر دلی که آلوده به شهوت باشد حرام است که در ملکوت آسمان‌ها پرواز کند. از دروغگویی همین بس که هر چی شنیدی نقل کنی. از نادانی همین بس که هر چی میدانی اظهار کنی. احترام عالمی که به علمش عمل کند چون احترام شهدا و صدیقین است. بهترین شما کسی است که شما را به کار خیر دعوت کند. علم را با نوشتن مهار کنید یعنی ببندید. بر اهل خانه ات سلام. حق را بگو اگرچه تلخ باشد. برای یکدیگر هدیه فرستانید تا محبت ها زیاد شود. هدیه فرستید تا کینه ها برطرف شود. در ساختمان مصالح حرام به کار نبرید که مایه ویرانی است. از بخل بخیلی بپرهیزید که امت‌های گذشته را هلاک کرده. مردم را به حال خود واگذارید. خدا بعضی را به وسیله بعضی دیگر روزی می دهد. هر که شکر مردم نکند شکر خدا نکرده. عمر را جز احسان چیزی دراز نکنی. فقر ساختار از نادانی نیست. مال سودمندتر از عقل نیست. هیچ تنهایی از خودپسندی وحشت‌آور نیست. هیچ ایمان که چون حیا و صبر نیست. پس از بزرگ بلاغت یتیمی نیست. هر که امانتدار نیست ایمان ندارد. هر که عهد و میثاق پیمان ندارد دین ندارد. بیش از 3 روز قهر جایز نیست. مؤمن غافلگیر نکند. مؤمن نباید خود را خوار کند. آدمی دورویه نزد خدا امین نیست. جز در برابر پدر و مادر و ایمان عادل تمکن روا نیست.
احسان جز به مردمی پاک‌گوهر یا با دین صلاح نیست، چنان که ریاضت و تربیت جز در شرافتمندان صلاح نیست. هیچ سخنچین بهشت نرود. هر بنده که همسایه‌اش از شعر او امین نباشد روی بهشت نبیند. ترساندن مسلمان برای هیچ مسلمان جایز نیست. هیچ یک از شما تا زبانش را نگاه ندارد ایمانش کامل نشود. هیچ عالم از علم سیر نشود تا سرانجام به بهشت نرسد. ز گهواره تا گور دانش بجو. همنشینانی با پاسان و ناانصافان جایز نیست. به روزگار دشمن ندهید، روزگار هم آن خداست. مردگان را دشنام ندهید که مایه آزاری زندگانی است. دستی خیر به جامعه کسی که او را نمی‌پوشاند پاک مکن. غیبت مسلمانان را نکنید و در جستجوی عیب آنها نباشید. هیچ عملی نیکی را کوچک مشمار. مبادا چون شدت روی آورد تمنای مرگ کنی. تا سرانجام کاری کسی را نبینید و عملش خوشدل نباشد. تا اهل کسی را نسنجید با سلامش خوشدل نباشد. تقاضای زمامداری مکن که اگر بدون خواهش به آن رسیدی تو کمک میکنند. تقاضای زمامداری مکن که اگر بدون خواهش به آن رسیدی تو را کمک میکنند و اگر به خواهش رسیدی یاوری نداری. وفا به عهد امام است. خوشگمانی عبادت کش است. علما عالمی وارث پیغمبرانند. دین سهل و ساده است. ثواب صله رحم، نفقه پدر و مادر و دیگر پیوندان و هر عبادت زودتر میرسد. حکمت شریف افزاید: بهترین نیکی‌ها خیلی نیک است. اکثر بهشتیان ساده‌لوحانند. بهترین احسان به پدر این است که پیش از مرگ او با دوستانش محبت کنی. جواب نامه همچون جواب سلامی حق لازم است. عمل اندک با علم زیاد است و عمل بسیار با جهل اندک. هر دین اخلاق خاصه دارد. بهای مخصوص این دین اسلام حیاست. حسد عمل نیک را می‌خورد چنان که آتش خزم را. چون فتنه بیایند مردم همه از جا کنده شود و جز دانشمندان که در پرتو علم نجات می‌یابد. آنکه از سر کبر دامن به زمین می‌کشد در قیامت خدا به او ننگرد. خدا مردمی نیک سیرتی گنام را دوست دارد. خدا هر دل اندوهناک را دوست دارد. خدا کارهای نیک و شریف را دوست دارد و عمومی پسی به ابزیش را دوست ندارد. خداوند چشمی را که به هنگام طغیان شهوت تیزبین باشد و عقلی را که هنگام رسیدن شبهه کامل و دقیق باشد دوست دارد و نیز بخشش را گرچه به چند دانه خرما و شجاعت را
ҳарчанд ба куштани море дӯст дорад. худо барои мусулмонони ғайюр ба ғайрат аст. ӯ ба мусулмонони бояд ғайюр бошад. худованд заминро барои ман саҷдагоҳу поккунанда қарор додӣ. худо то гуфтори касеро написандад, илмашро намепазирад. худо ҳар вақт барои миллате хайр хоҳад гирифторашон кунад, то озмудаву варзида шавад ва битавонанд аз ҳуқуқи худ дифоъ кунад. бадтарини азобшо дар қиёмат барои олими беамал аст. шифои нодонӣ пурсиш аст. ман барои умматам аз пешвоён ва зимомдорон, гумроҳкунандагон бинокам. фосиқ ғайбат надорад, яъне ғайбат карданаш мумкин аст. решае, ки ба восилаи зулм дар замине ҷой гирифта. хоҳи мӯмин чоплусӣ нест, пас аз марг узрпазирӣ нест. беҳтарини издивоҷҳо аз он аст, ки соддатару осонтар бошад. беҳтарини илмҳо он аст, ки судманд бошад. беҳтарини хонаи шумо хонаест, ки дар он ятиме мавриди эҳтиром бошад. бо мардум бо андозаи хирадашон сухан бигӯй. беҳтарини ҷавонӣ шумо он аст, ки худро шабеҳи пирон кунад, ва бадтарин пирон касест, ки худро шабеҳи ҷавонон кунад. дастдиҳанда беҳтар аз дастдиҳанда аст. тахмин кардани кори нек аз шурӯъи он болотар аст. беҳтарини уммати ман олимонанд ва беҳтарини олимон бурдборашон босабршоҳон.